فوک خزری تنها پستاندار دریاچه کاسپین گونه‌ای مهاجر و در معرض انقراض است. فوک‌های خزری شناگرانی ماهر و حیواناتی باهوش هستند. آنها توله‌هایشان را در فصل زمستان در سواحل یخزده شمالی کاسپین به دنیا می‌آورند. رنگ توله‌ها تا یک ماهگی سفید است و سپس به خاکستری یا قهوه‌ای تغییر می‌کند. عوامل متعددی همچون شکار توسط انسان، تورهای ماهیگیری، بیماری‌ها، آلودگی‌های زیست محیطی، کاهش منابع غذایی، تغییر آب و هوایی و اقلیمی حیات فوک‌های کاسپین را تهدید می‌کند که نقش تخریبی و تاثیرگذار انسان مهمترین آنهاست. متأسفانه این روزها شاهد کاهش شدید جمعیت این موجودات ارزشمند هستیم، به طوری که از اوایل قرن 20 تا کنون بیش از 90% آنها را از دست داده‌ایم. صدمه جدی به جمعیت این گونه به عنوان سمبل سلامت دریاچه کاسپین که در رأس هرم غذایی است، نشانگر وضعیت نامناسب اکوسیستم و آژیر خطر برای کل مجموعه است. پروژه حفاظت از فوک خزری در سال 2008 در پی انتشار نتایج به دست آمده از وضعیت جمعیت این گونه آغاز گردید. سرکار خانم لنی هارت، مؤسس و رئیس مرکز درمانی و تحقیقاتی زیهوندن کرش در کشور هلند با حدود نیم قرن سابقه موفق در زمینه حفاظت از سگ‌های دریایی و مرحوم دکتر محمد مصطفی شاهی فردوس، رئیس بخش دامپزشکی این مرکز، از بانیان آغاز این پروژه در منطقه کاسپین بودند. دکتر محمد مصطفی شاهی فردوس و دکتر امیر صیاد شیرازی با کسب علم و تجربه و پس از امضای تفاهم نامه‌ای مابین معاونت دریایی سازمان حفاظت محیط زیست ایران و مرکز درمانی و تحقیقاتی سگ دریایی هلند به ایران بازگشته و اقدام به تشکیل گروه حفاظت از این موجود در کشور نمودند. متاسفانه دکتر شاهی فردوس در سال 2010 در اثر تصادف دار فانی را ودا گفت و مسئولیت اداره پروژه به همکارش واگذار گردید. بر طبق بررسی‌های صورت گرفته در تحقیقات اولیه، بسیاری از ایرانیان حتی از حضور چنین موجودی در دریای کاسپین بی اطلاع و یا آگاهی اقشار مطلع از وجود این حیوان ناقص و بعضاً اشتباه بوده است. جوامع هدف جهت آموزش اصولی به 7 دسته ماهیگیران، اهالی بومی، کودکان، جوامع دانشگاهی، سازمان‌های مردم نهاد و سازمان‌های دولتی مرتبط با امور دریایی و در نهایت عموم جامعه طبقه بندی می شوند. تشکیل گروه امداد و نجات در ایران ضروری بوده تا به نجات فوک‌های مجروح یا بیمار، مراقبت از آنها و رهاسازی در دریا پس از بهبودی بپردازد. گروه امداد و نجات مرکز تاکنون با همیاری ماهیگیران موفق به نجات تعداد زیادی از فوک‌های آسیب دیده شده است. فعالیت‌های این بخش شامل نمونه‌گیری از فوک‌های زنده و همچنین لاشه‌های یافت شده و ثبت پارامترهای لازم با هدف ارتقای دانش بومی و کمک به گسترش تحقیقات علمی است. در حال حاضر مرکز حفاظت فوک خزری ایران آماده به اشتراک گذاشتن دانش و تجارب سالهای گذشته خود با سایر کشورهای حاشیه دریای کاسپین است. اکنون در کشورهای روسیه، قزاقستان و ترکمنستان کار حفاظت جدی‌تر از پیش دنبال شده و آموزش‌هایی با یاری علمی مرکز ایران در مدارس، دانشگاه‌ها و سازمان‌های مردم نهاد این کشورها آغاز گردیده است.
همکاری ارگان‌های دولتی همچون ادارات کل حفاظت محیط زیست، شیلات، امور ماهیان خاویاری و نهادهای نظامی مرتبط به دریا مسبب تسهیل فعالیت‌ها و بهره‌مندی از تجارب و امکانات آنها از دستاوردهای مهم مرکز حفاظت فوک خزری است. بدون شک بدون همکاری و یاری رسانی این نهادها به خصوص در 3 استان شمالی دستیابی به جایگاه کنونی مرکز امکان پذیر نبوده و نیست. ایجاد کمپینی برای قطع شکار قانونی فوک خزری در روسیه که از علل اصلی مرگ فوک‌های خزری محسوب می‌شود. با تبلیغات گسترده و تلاش مرکز ایران تاکنون حدود 300,000 امضا از سراسر دنیا جمع آوری شده است. این حرکت مردمی باعث گردید تا با دستور وزارت محیط زیست کشور روسیه در سال 2018 شکار قانونی فوک‌ها به مدت 1 سال قطع گردد. برگزاری کارگاه‌های آموزشی و تربیت داوطلبان علاقمند به همکاری در بخش‌های مختلف مرکز در 3 استان شمالی. برگزاری کارگاه‌های آموزشی و آگاهسازی ماهیگیران در مورد نحوه برخورد با فوک خزری و ارتباط با گروه امداد و نجات مرکز به همراه تهیه و تولید پوستر آموزشی مرتبط با این گروه. برگزاری کارگاه‌های آموزشی آشنایی با فوک خزری برای کودکان و نوجوانان در مدارس 3 استان شمالی به همراه تهیه و تولید ابزارهای آموزشی همچون چاپ کتاب داستان و پوستر آموزشی برای این رده سنی. کجاست؟